یگان رفتار ما از قانون بیرون نشده است. ما مثال یگان پروکات کرده یا که دیگر کرده دستگیر کرده نمیتوانند، برای چی راه موافق است. رحمت الله زایروف دیگر باره رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان یکی از 7 حزب رسمی سیاسی فعال در کشور انتخاب شد. باید رئیس عوض کننده باشد. مسئله انتخاب رئیس نو حزب سوسیال دموکرات در انجمنی که بعد بیش از 2 سال به تأخیر افتادن روز 27 اکتبر در دوشنبه برگزار شد مطرح گردید. برخی از وکیلان انجمن حزب سوسیال دموکرات خواستار انتخاب رهبری نو شده به این مقام نامزدی شهرت قدرتوف، شاکر جان حکیموف، امنیت عبدالنظرов و محمد مراد آدینایف را پیشبری کردند. روی خاطر اون که وحدتی چیز خلالدار نشود و چون من احساس و درک میکنم که رئیس نیتی با رئیس شده ندارند و طور سنی نمیخواهم که میان ما موفق میشه. از این خاطر احترام رئیس من اگر از یک سو رحمت الله زایروف در این شب روز از مقام رفتن را مناسب ندانست، از طرف دیگر خود نامزدها از داوطلبی به مقام رئیسی دست کشیدند. نامزدی من بازخوان میگیرم چون که مدام نیست. رحمت الله زایروف دلیل به استعفا نرفتن خود و همین طور عملا عوض نشدن رئیس حزب را به وضعیت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشور ربط داد. ما در این وقت مثل استعفا رفتن یا که دیگر چیزی نه فراموش کنیم و از تحت دل کوشش و غیرت کنیم که در این انتخابات در این 2 سال آینده ما با یک نتیجه رسیده توانیم که جمهوری پیشروی جمهوری را تامین کرده توانیم. حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که در گذشته یکی از حزب‌های فعال مخالف در کشور بود، حداقل 3 سال باز دوره مشکل فعالیت را پس سر می‌گذارد. رهبریت حزب قبلا گفته بود که از یک طرف فشار مقامات افزوده است و از طرف دیگر آنها بعد انتخابات پارلمانی سال 2015 به مشکلی مالی دچار شده برای حل آن به فرصت بیشتر نیاز داشتند. اما برخی از کارشناسان میگویند در 3 سال اخیر در تاجیکستان تحولاتی رخ داد که حزب سوسیال دموکرات با موقع‌گیری‌های در این باره میتوانست از صحنه سیاسی کشور بیرون شود. بنابراین با صرف نظر کردن بعضی حادثه‌ها بقایش را تأمین کرد و از نبودن در صحنه سیاست آرام بودن را اولاد دانست. چیزی که رحمت الله زایروف آن را بیشتر بی فعالیتی مینامد و میگوید اکنون کار رنگ دیگر خواهد گرفت. در دوشنبهگی مدیریت از نو میسازم.